خدا با سلام. این روزها ویروس کرونا خیلی شایع شده و واقعا هم داره از نظر مرگ و میر دوباره تاخت و تاز میکنه. من چند تا نکته میخوام به شما عزیزان همراهان بگم که شاید موثر باشه. خواهش میکنم اطلاع رسانی کنید به هر کسی که میشناسید، اینا میتونن موثر باشن. اولی که حتما ماسک بزنید، دستتون رو باز بشورید، اون مراقبت ها رو حتما به کار ببندید. جاهای شلوغ هم نرید. مثلا اگر میخواید برید امروز به سر یک کلاسی یا مثلا یه جای شلوغی مطب دکتر میخواید برید، اون روز مثلا حداقل آرایشگاه یا یه مکان شلوغ دیگه نرید، چون تعداد اون لود ویروستون میره بالا و این خیلی برای بدن ضرر داره. کاراتون رو تقسیم بندی کنید در طول روزهای مختلف. حالا چیکار کنیم که شدت بیماری کمتر بشه؟ ببینید، حتما توصیه می‌کنم هر روز یا یه دونه موز بخورید یا پسته بخورید یا گوجه فرنگی، یعنی مثلا روزی 3 تا 4 تا گوجه فرنگی بخورید، به خاطر اینکه پتاسیم داره، چون پتاسیم میفته پایین در واقع در این ویروس که از اونجا داستانا شروع میشه. حتما قرص منیزیم بخورید که تجربه ما نشون داده که منیزیمی که با ویتامین گروه B مثلا قرص جوشان B6 با منیزیم قاطی بهتر از اون مگنیفورد به تنهایی عمل میکنه و حال بیماران رو بهتر میکنه. سلنیوم فراموش نشه استفاده بشه توی این قضیه. زینک یا روی حتما استفاده کنید. سعی کنید آهن بدنتون کم نباشه. این ویروس ویتامین B12 رو میندازه پایین و وقتی B12 میفته پایین با B6 باعث بروز در واقع لخته میشه. برای همین مثلا سکته قلبی زیاد شده و اینا رو جای گفته نمیشه اصلا به خاطر در واقع کرونا است. فکر می‌کنم خب سکته کرده فوت شده. یه دونه آمپول B12 بزنید برای 6 ماهتون کافیه. قرصاش هم هست و اگر دچار بیماری شدید من توصیه می‌کنم حداقل یه نوبت سرم بزنید با یه سری داروها داخلش که اینا رو میتونید تزریق استفاده کنید. و البته قرص آکسامی یا قرص رقیق کننده هم معمولا من به بیماران که دچار ویروس میشن میدم. یه دونه در هفته کافی هست براشون که خون رقیق بشه، اون در واقع خطر سکته کم میشه. تغذیه‌تون خیلی جدی بگیرید. تغذیه باید خیلی خوب محکمی داشته باشید و البته از خوردن دوغ و ماست که کلسیم هم داره غافل نشید، چون خیلی کمک میکنه به در واقع زودتر خوب شدنتون. مرسی.